انیمیشن ها دنیای کودکان ما رو شکل میدن و زمینه‌ای میسازن تا اونها در آینده آزادانه رویا پردازی کنن. با یه ویدیوی دیگه با ما همراه باشید تا ببینیم کدوم انیمیشن ها آزادی بیشتری رو در اختیار اونا قرار میدن و مفاهیم آموزنده تری دارن. همچنین شبکه‌های اجتماعی پلی پاد رو هم دنبال کنید تا اولین نفری باشید که ویدیوهای جدید ما رو میبینید. I want you to meet Forky. Hi. Hello. He's a spook. Yes, yeah, I know. سری داستان اسباب بازی. چه چیزی بهتر از اونه که کودکان داستان‌های معنادار رو از زبان و حرکات اسباب بازی‌ها ببینن. اگه به این موضوع توجه کنیم، یکی از شاهکارهای دوران مدرن انیمیشن سازی، یعنی داستان و اسباب بازی و چند قسمت بعدی اون جلوی روی ما قرار میگیرن. اشتباهات ما و شرایط اجتماعی مختلف در هر 4 قسمت این سری به چشم میخورن و هر کدوم تلنگری کوچک به کودکان ما میزنن تا دقیق تر فکر رو زندگی کنن. مجموعه شگفت‌انگیزان. چرا مجموعه شگفت‌انگیزان اهمیت زیادی داره؟ در حقیقت هنری که هر دو نسخه انیمیشن شگفت‌انگیزان داره نمایش روابط انسانی و نقش خانواده است. نمایش اینکه خانواده همیشه مهمترین چیزه و بسیار در موفقیت شخصی ما نقش داره. اتحاد و تلاش جمعی همه اعضای خانواده در این مجموعه همیشه بر این اصل استواره که تنها زمانی به رضایت میرسیم که در پایان کنار همدیگه باشیم. سری انیمیشن های لگو. بچه ها باید شادی رو در بهترین دوران زندگیشون تجربه کنن. سری انیمیشن های لگو با شوخی های سریع، داستان های مختلف و تمرکز روی موضوعاتی با کمترین پیچیدگی این شادی رو به کودکان سراسر جهان هدیه میدن. Hey computer. I'm home. بعضی از انیمیشن های لگو روی روایت ابرقهرمانا مثل بتمن تمرکز دارن و بعضی دیگه داستان های جنگ ستارگان رو بازگو میکنن. در کدوم مجموعه انیمیشنی دیگه این سطح از تنوع اون هم پر از لحظات هیجان انگیز وجود داره؟ در پایان لطفاً شما هم به ما بگید که کدوم انیمیشن ها رو برای کودکان مناسب میدونید و البته چرا.